فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اولا سفرهای تفریحی و غیر ضروری اگر هیچ موجبی برای اون نباشه، الان فصل تابستان همه میرن سفر از شمال به جنوب، از جنوب به شمال، آیا اینها مجوزی برای روزه نگرفتن هست یا نه؟ در مورد اصل سفر، اون سفری که به اصطلاح مبیح هست برای رخصتی که در این زمین هست انجام بدن، در میان فقها در واقع تعبیرات مختلفی وجود داره و بسیار از فقها نظرشون این است که فقط اون سفری که سفر عبادت باشه میشود در اون در واقع قصر کرد، نماز رو قصر کرد یا از این رخصت روزه استفاده کرد. و سفری که سفر معصیت باشه، مانند این که کسی سفر کرده به خاطر اینکه گناه و معصیتی رو انجام بده، میره به طرف یک گناه میرود، در اینجا به اون اجازه در واقع این استفاده از این رخصت‌های شرعی رو ندادن. منتها قول راجح در اینجا، اون چیزی که به اصطلاح شریعت اسلامی مشخص کرده خود سفر هست. قصد سفر که سفر تفریحی باشه، میخواد برود برای ملاقات یک از خویشاوندانش، تفریحی بکند چون که الان شاید مرخصی رو پیدا کرده، یا به خاطر اینکه یک کار و ضرورتی دارد میرود و چون که در سفر قرار گرفته، این حکمش قبل از سفر نیست، چون که الان که در سفر قرار گرفته این حکم شرعی شامل حال اون میشود، چه انسانی باشد که برای تفریح میرود و چه انسانی که برای کار و ضرورتی میرود. منتها برخی از علما اون کسانی را که به خاطر انجام معصیت میروند که خودش سفر معصیت است، این استثناء کردن، اساسا حتی نمیتوان نماز رو قصر و جمع بکنه، تا این اندازه اون هم محدودیت در این زمینه قائل شدن. اما برای سفرهای عادی، چه سفر تفریحی باشد یا سفر کار باشد، هیچ اشکالی ندارد و جایز است که انسان در این زمینها افطار بکند. منتها اگر روزه بگیرد به خاطر این که بعداً تنها نباشد، این بهتر است. و ان تصوموا خیر لکم.